میخوایم با هم یاد بگیریم ایربگ چجوری باعث میشه کمتر آسیب ببینیم. گفتن که نیرویی که به سر راننده وارد میشه طبق چیزی که فیزیکدان‌ها ما دارن میگن اون افنیته میشه دلتا پی به دلتا تی. دلتا پی هم که الان گفتیم میشه ام در دلتا پی، یعنی نیروی خالصی که به سر راننده وارد میشه به جرم سر راننده ربط داره، به تغییر سرعت سرش ربط داره، به دلتا تی به زمان برخوردش هم ربط داره. گفتن که ما ام که تاثیر نمیتونه بذاره، نمیتونیم که مثلا کلمه کوچیک یا کلمه بزرگ کنیم، ام ثابته. رو دلتا وی هم که نمیتونه اثر بذاره که مثلا تو بساط کمی تصادف کنی، زیاد تصادف نکنی یا زیاد تصادف کنی مثلا آسیب می‌بینی. خب پس اینا دست شرکت نبوده. خودم دلتا تی رو اثر بذاره. به طوری که اگر ایربگ نباشه، خب من دارم میرم ماشین یهو وای میسم یهو گیشه میاد، یعنی زمان برخورد من به شیشه خیلی کمه، شاید در حد چند هزار ثانیه بشه. گفتم یه جلوشی ایربگ باز می‌کنیم اینجا، این خود تو شیشه راه میره توی ایربگ فشرده میشه، ایربگ بعد میاد بیرون. زمان تاثیر نیرو داره زیاد میشه. به جای که من یهو برگردم این باز میشه میرم تو شهر بعد میام بیرون.